حدیث دیگر اینش متفق علیه هست، یعنی در صحیح بخاری و مسلم است. حدیث حضرت ابو هریره، در این حدیث نقل خود ابو هریره است، میگن که شر الطعام طعام الولیمه، بدترین طعام توی است. از همه طعام بد طعام توی هست. برای چی؟ یدعا لها الاغنیاء، بایها دعوت کرده میشد و یترک فقرا دعوت کرده نمیشه. حتی بعضی آدم‌ها رفته از دیگر محله بعضی بایهای نام به نام خبر کرده می خودش کمبغل یا طبقه میانه مردم است، لیکن رفته بایهای خبر میکنه. اون بای که دیگه علاقمندی نداری، رفت آمد نداری، در یک جا کار نمیکنی، برای چی اون بای خبر میکنی؟ یعنی بای ها رو خبر میکنن، همسایه های کمبغل های همسایه سانی فراموش میشن، کمبغل های خبر نمیکنن. از همین لحاظ، از همین جهت حضرت ابو هریره گفتن که بهترین طعام توی نکاح هست، بای ها دعوت کرده میشه و کمبغل ها ترک کرده میشه. و من ترک الدعوت فقد عصى الله و رسوله. لیکن کسی که دعوت نکاح قبول نکنه گناهکار میشه، گناهی الله و رسول گناهکاری کرده صلی الله علیه و سلم. توی نکاح به که دعوت شده اجابت کردن فرض است. یا اون کس اگر به توی نکاح خبر کند باید روید. میرید، اگر دیدید که اونجا گناه هست بعد گشته میبید یا تبریک میکنید و گشته میبید. اگر گناه نباشد نشینید. لیکن باید کمبغل ها دعوت کرده شود. بنابراین وقتی که توی به خبر میکرده نشوید، اول همسایه ها خیش و تبار از طرفی کلین، از طرفی داماد، همسایه ها بعد حرکت کنید کمبغل ها حتما اشتراک کنند. برکه توی در همون است. همون کمبغل یک طعام میخورد و در حق داماد و عروس دعا میکند، به سبب همین الله تعالی به این توی برکه میدهد. حتما کمبغل ها رو خبر کنید، بای ها رو چینده خبر نکنید. با یکی خیش است، با یکی همسایه است، با یکی مثلا رفت و آمد دارید، در یک جا کار میکنید، علاقمندی دارید، خبر کنید. لیکن مخصوصا بای ها رو خبر نکنید. بای برای چی خبر میکنید؟ بای، ای مردمی بای، وقتی که شما یک آدمی کمبغل آمده خبر کرد و یک چیزی دیگر میخواهد از این خبرش، او میخواهد با شما نزدیک شود، او میخواهد از شما یگان چی بهره برد. حتی بعضی علما میگفتن که گاه کمبغل به بای تحفه میدهد. یکی از هنرش، از چیزی عادیش، کمبغل به بای تحفه میدهد. مقصدش چی؟ مقصدش همین که این بای هم به وی تحفه بزرگتر دهد. بنابراین این نوعی صدقه، این نوعی هدیه رو الله تعالی به پیغمبرش حرام کرد. ولا تمنن تستكثر، تو برای مردم هدیه نده با مقصدی زیاد کرده گرفتن. مثلا یک آدم وظیفه گرفته بیاد، اگر آدمو در رو هدیه کتی پیشش میده، مقصد چی؟ مقصد از این بسیارتر رو یانده گرفتن. رئیس شهر شد یا پولی کلان یا ماشین کدی میدارن تا اینکه فلان گکتر زمین بی پول گیرن. ولا تمنون، ای پیغمبر تو برای مردم خیر و هدیه نده با مقصدی زیاد کرده گرفتن. و بعضی علما ممکن این به علما هم داخل دارد. یعنی برای آدمای کمبغل اجازت هست. این کمبغل برای با یه هدیه میدهد، مقصدش همین بای این به یگان چیزی هدیه کلان دهد یا به بای نزدیک شود. طبیعت مردم احترام بای ها هست. مردمی کمبغل بای و قول یه برادر که آخه بایی که هیچی نمیروید، برای چی مردم خود حرمت میکند؟ میگوید که آخه طبیعت مردم است. یعنی طبیعت مردم بای حرمت کردن است. بیچاره او بای کمتر عقل خود را کار فرماید. وقتی که شما به تویش خبر کرد، در حال یک کاندیسنر، یک ماشین جامشویی، یه چی هدیه برید به همین دو خانه‌دار شما. شما فقط برای خوردن تکلیف نکرد و آبا یک کله کمتر کار فرمایید. بای ها به همین خاطر دعوت کرده میشه. یا یک قسمتی توی برداشت کنید، بگید که به توی چی کم بودی داری، من $100، من $200، مقصد به توی استفاده کن، یا من لباس خر. اگر امکانیتش دارید، البته خیشتون است، همسایتون است، نزدیکتون است،
دستگیری کردن در کار. آن آدم هایی که خانه‌دار شدن میخواهند، آن آدمی که حلال و پاک زندگی کردن میخواهد، در توی وی باید همه کسه سهم گذاشته باشیم تا اینکه همین دو جفت حلال زندگی کند. بلای و فتنه و زینای و ریبای و بلا از بلاهای آسمانی و زمینی از سر سرزمین دور میشه به سبب حلال زندگی کردن اینها. هر چقدر فسق و فجور و زینای و حرام در جامعه زیاد شد، همین قدر برکت برداشته میشد، همین قدر بیماری ها، همین قدر بلاها اومده میگیرد. همین پول به دیگر جای هم میدید 10 برابرش، به جایهای حرام میدید، به کسهای میدید که حرام خورند، ناکس هستند، سزاوار یک تین نیستند، به آنها شما هزارها میدید. بگذارم یه همسایه کمبغل یا هم محله کمبغلتان خانه‌دار شد، چی هدیه دهید در روز تویش، چی برای تویش یاری کنید.